السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند. همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتند نگفتند، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسبها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمد است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید. برای شما رخصت است، برای شما اجازت است.